میگم احمد ما خیلی زندگی خوبی داریم، خیلی ها. تو باعث میشه هر بار فکر کنم زندگی هنوزم قشنگیاشو داره. یکی از قشنگیاش قطعا تویی. میگم جواز باشه اون یک هفته دیگه میاد. من واقعا از الان خواب خوراک ندارم. نگران نباش عزیزم، انشالله که خیره. اگه مشکل از من باشه چی؟ میگم نگران نباش، منم دیرم شده باید برم سر کار. بریم. سلام عزیزم. سلام جانم. خوابی هنوز؟ باشی برو جواب آزمایش‌ها رو بگیر. وای باشه الان میرم. سلام. چی شد جواب آزمایش؟ حالا بیا بشین استراحت کن صحبت میکنیم. پس مشکل از توه نه؟ گفتم برو اگه زده چشم تو رو رفتی و الان یه سال شد و نیستی که ببینی من موندم با یه قلب بنفش